سلام دوستان گلم. توی این قسمت میپردازیم به علائم خرابی سنسور اکسیژن. پس با ما همراه باشین. علائم خرابی سنسور اکسیژن: 1. لرزه موتور. برهم خوردن ضریب استوکیومتری به دلیل خرابی سنسور اکسیژن و عدم توانایی ECU تو تنظیم صحیح این ضریب میتونه با لرزیدن پیشرانه بر اثر احتراق ناقص یا اختلال تو کیفیت جرقه شمع‌ها همراه بشه. 2. اشباع شدن کاتالیزور. عدم اندازه‌گیری صحیح ضریب استوکیومتری معمولاً به خامسوزی و اشباع سریع یا کیپ شدن کاتالیزور منجر میشه و افزایش فشار معکوس بر پیشرانه رو همراه داره که خودش رو به صورت گرم شدن غیرعادی پیشرانه نشون میده. 3. عدم توانایی در پاس کردن تست آلایندگی. اشباع شدن کاتالیزور به دلیل خرابی سنسور اکسیژن باعث افزایش گازهای آلاینده خروجی اگزوز شده و تو تست معاینه فنی خودش رو نشون خواهد داد. در نتیجه دستگاه‌های تست آلایندگی تولید حجم قابل توجهی از گازهای خطرناک تو اگزوز رو تشخیص داده و خودرو قادر به دریافت معاینه فنی نخواهد بود. 4. تنبل شدن پیشرانه. کاهش چشمگیر و نسبتاً سریع از توان پیشرانه نظیر افت شتاب، عدم توانایی تو دستیابی به سرعت‌های سابق تو هر دنده، افت بیش از حد سرعت خودرو یا نیاز بیشتر به فشردن پدال گاز برای دستیابی به سرعت مشخص، همگی نشون از افزایش فشار معکوس بر سیلندرهای خودرو بر اثر اشباع شدن کاتالیزور داره که عامل اولیه اون خرابی سنسور اکسیژنه. 5. افزایش بیش از حد مصرف سوخت. عدم توانایی ECU تو تنظیم درست ضریب استوکیومتری، اشباع کاتالیزور و افزایش فشار معکوس بر سیلندرها موجب رشد چشمگیر و کاملا محسوس تو میزان متوسط مصرف سوخت خودرو میشه که نشون از خرابی در سنسور اکسیژنه. 6. دود سیاه اگزوز. خروج دود سیاه از اگزوز خودرو یا احساس بوی شدید کربن حاصل از خامسوزی علامتی از خرابی سنسور اکسیژن و عدم توانایی ECU تو تنظیم ضریب استوکیومتری. ممنون که تا آخر این قسمت همراه ما بودید.